یه عده رفته بودن دیدار علامه حسن‌زاده آملی توی همون روستاشون ایرا. یه وقتی جمعیت وارد حیاط شدن، خب علامه توی حیاطشون باغ میوه داشتن. رو کردن به جمعیت، گفتن میتونید هم بخورید هم ببرید. اینو که گفتن جمعیت پخش شدن توی باغ و مشغول خوردن میوه ها شدن و میگه 2 نفر کنار علامه حسن‌زاده مون. اینجا علامه حسن‌زاده رو کرده بود به جمعیت و میگفت اینه که میگن گر تو را در منزل جانانه مهمانت کنند، گول نعمت را نخور، مشغول صاحب خانه باش. رفقا ما تو دنیا اومدیم سر سفره خدا نشستیم، اما صاحبخونه که خدا هست رو فراموش کردیم. میریم توی طبیعت کنار رود میشینیم، هوا عالی، یه نسیم خنک میخوره تو صورتمون، میگیم آخیش. اما از این نسیم خنکی یاد صاحبخونه نمیافتیم. این عالم با این همه زیبایی خلق شده و ما رو مهمان این سفره کرده خدا که بگه ببین این عالم چقدر خوشگله، من با تمام هنرم عالم رو ساختم. تبارک الذی بیده الملک. باریکلا به توی خدا که این عالم رو ساخته. خدا خودش به خودش میگه باریکلا. گل‌های رنگارنگ، جوی‌های روان، کوه‌های بلند، همه دارن خدا رو نشون میدن. این گلی که روبروته آیه‌ای از آیات خداست. اگه به این دید برسی بی وضو دست به یه گلم نمیزنی. اگه به این دید برسی جهانی را خواهی یافت که خدا گوشه گوشش هست، که آن به آن با خدا هستی. امیرالمومنین فرمود دیگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه. خدای من تو رو قبل از هر چیزی، بعد از هر چیزی، با هر چیزی، در هر چیزی میبینم. اینی که امام حسین علیه السلام میگه امیت عین لا تراک، کور بشه اون چشمی که تو رو نمیتونه ببینه.